خب سلام، من علیرضام از ETC. بدون هیچ مقدمه‌ای بریم یه خبر بخونیم که خیلی برای تریدرهای فارکس مهمه. خبر برای دیروز امروز 1 می، خبر برای 3 اپریل. یوروزون اینفلیشن steady at 2.4%. یوروزون یعنی ناحیه یورو، اینفلیشن تورم ناحیه یورو استدی شده، یعنی ثابته. وقتی که چنج زیادی تو مارکت نیست، والتیلیتی زیادی نیست و استدیه، یه سری واژگان خاصی داریم براش که تو خبر 5 فوریه اگه اشتباه نکنم گفتم، برید حتما اونو ببینید. at 2.4% در 2.14% داره استدی شده، مونده. و خب میدونید تورم هدف از تقریبا 40 سال پیش در دنیا 2% هست و خب نشون داره میده که تورم کنترل شده در اروپا. این باعث چی شده؟ keeping June rate cut in play. keeping something in play یعنی هنوز اون رو تو بازی نگه داری، یعنی الان دارن بهش فکر میکنن. به چی دارن فکر میکنن؟ جون ریت کات. جون که یعنی همون خرداد ماه، ریت کات هم یعنی کاهش نرخ بهره. میگه چون دیگه تورم کنترل شده، خب میدونید اینترست ریت رو بالا میبرن که بتونن تورم رو کنترل کنن. وقتی تورم کنترل شده دیگه ریت کات زیاد ریت بالای اینترست نرخ بهره نیاز نیست، در نتیجه میخوان کاهشش بدن. as economy returns to growth همچنانی که مارکت داره رشد میکنه. خب 3 تا کی پوینت داره مثل همیشه. هدلاین یوروزون. خب یه دونه نکته بگم اینجا، ببینید اینفلیشن. ما 2 تا اینفلیشن داریم معمولا. یه هدلاین اینفلیشن داریم و این رو اگه قسمت‌های والتایل مارکت، یعنی خدمات یا کالاهایی که خیلی نرخشون تغییر میکنه، مثل چی؟ مثل انرژی. قیمت همیشه حاملهای انرژی خیلی والتایل هست، یا مثلا فود یا چیزهای از این دست تو این دسته قرار میگیرن. وقتی اینها رو از کل کم کنیم میرسیم به کور اینفلیشن یا اینفلیشن هسته‌ای یا هسته یعنی چی؟ یعنی این اینفلیشن خیلی پایه‌ای تریه، چون اون نرخ اجناس یا کالاهایی که خیلی والتایل هستن و تغییر پذیرن رو وقتی از تو اینفلیشن در بیاریم به یه رقم خیلی باثبات تری میرسیم که بهش میگن کور اینفلیشن. خب برگردیم. بله، هدلاین یوروزون اینفلیشن یعنی همون هدلاین هم که میدونی یعنی تیتر. اون تیتر منظورش اینه که اون تورمی که همه اون تیتر بالا میزنن، یعنی اون بالا، غیر از اینکه حالا بیای اون تورم خاص‌تر رو حساب کنی که بهش میگن کور اینفلیشن. هدلاین یوروزون اینفلیشن was 2.4 که گفتیم، steady on the previous month and in line with analyst expectations. میگه استدی بوده در ماه پیش previous month و in line بوده با analyst expectation ها، با expectation ها، انتظارات آنالیست ها همسو بوده، هماهنگ بوده، منطبق بوده. این استدی شدنش روی 2.14%. The core rate was slightly above forecasts, cooling to 2.7% from 2.9. میگه همون کور که بهتون توضیح دادم، یعنی اون تورم هسته که اون موارد دستوش حذف شده، چی شده؟ یکم بیشتر از فورکست ها بوده. یعنی حالا اون تورم کلی یا هدلاین روی 2.4 استدی شده بوده، اما تورم کور یه مقدار بالاتر از پیش بینی ها بوده. یعنی مثلا البته کم شده ها. کولینگ تو 2 یعنی از 2.9 به 2.7 رسیده. کول یعنی سرد شدن، اینجا منظور کاهش میده، یعنی یک کوچولو کم شده. شبیه دما ببینینش که دما داره کاهش پیدا میکنه، یکم داره میاد پایین، اما باز هم یک کوچولو از فورکست ها بالاتر بوده. یعنی فورکست ها مثلا 2.5 بوده یا 2.6 بوده ولی 2.7 شده. The Eurozone economy meanwhile rebounded to 0.3% growth. حالا ریباوند که میدونید مثل ورزش بسکتبال که میگن ریباوند توش استفاده میشه، یعنی یه چیزی بخوره برگرده یا باونس کنه دوباره به بالا، یعنی میاد پایین دوباره میره بالا. بله،
میگه اقتصاد حوزه یورو در این بین حالا meanwhile یعنی در این حین ریباوند کرده به 3% گروث، یعنی اول اومده بود پایین یا منفی شده بود در ماه پیش و حالا دوباره اومده بالا. قبلا هم که بالا بود، یعنی اومده پایین دوباره برگشته بالا به 3%. خیلی نیست ولی خب به هر حال قابل توجهه. As a revised figure showed the bloc entered a recession in the second half of last year. میگه همچنان که ریوایز یعنی اصلاح شده، فیگر معنی شکل و فیگور و نماد و اینها میده توی یک سری چیزها، ولی اینجا معنی عدد میده، رقم. میگه این عدد اصلاح شده، منظور اون عددی که منفی بود حالا شده 0.3، نشون میده که بلاک، این بلاک یعنی اون اعضای همپیمان یعنی در حوزه یورو وارد شدن در یک ریسشن، وارد شدن به یک دوره رکود در نیمه دوم سال پیش. خب price rises in the euro area held steady. خیلی هم تکراریه اینه. while the economy returned to growth in the first quarter according to flash figures. flash یعنی مثل همون فلش بنک شنیدید، کانتر بازا میدونن چیه. فلش مثل فلش دوربین یعنی خیلی سریع. فلش فیگرز یعنی دیتا هایی که معمولا خیلی سریع منتشر میشن به عنوان اینیشال هستن، یعنی ابتدایی هستن، هنوز دیتا دقیق و خیلی مبسوط نیامده. یه فلش فیگرهایی یه جاهایی منتشر میکنن، یعنی اینکه مثلا اگه قرار نرخ اصلی دقیق اینفلیشن مثلا جمعه بیاد، فلش فیگرش ممکنه چهارشنبه بیاد. پابلیش شده حالا تیوزدی، سه‌شنبه. Okay. Headline inflation of 2.4% was in line with the forecast of economists polled by Reuters. On a monthly basis, inflation was 0.6%. میگه headline inflation هم 2.14 هم بوده و این لاین بوده، همچنینی که بالا خوندیم با فورکست، پیشبینی اکانومیست هایی که پول شده ازشون یا سروی گرفته شده ازشون کی با به وسیله رویترز. پول یا سروی یعنی نظرسنجی، یعنی اومدن از فورکست اکانومیست ها، اقتصاددان ها پرسیدن و رویترز پرسیده و اونا پیش بینیشون 2.4 بوده که حالا همسو شده با همون 2.14 هم. on a monthly basis یعنی بر پایه ماهانه یا بر اساس ماهانه. اینفلیشن چی بوده؟ یعنی monthly basis دیگه، یعنی ماه به ماه. تورم 6% بوده. It is the 7th straight month. میگه سومین ماه مستقیم متوالیه که چی شده؟ Headline rate has been below 3%. خیلی مهمه. هفتمین ماه متوالیه که عدد تورم از 3 تجاوز نکرده و زیر 3 بوده. Despite a slight rebound in the rate in December due to energy prices. میگه حتی با این که یه اسلایت ریباوند داشتیم در ریت، در نرخ تورم کی تو ماه دسامبر، یعنی تقریبا دی ماه، اوایل دی ماه و اواخر آذر ماه، که انرژی حامله انرژی طبق معمول خب اول زمستان گرون میشن. میگه سر اون یه مقدار این باونس کرد به بالا. یعنی چی؟ حالا یه بار میتونیم کلیک هم بکنیم ببینیم. خب الان این خب فعلا نمیاد، ولش کن نبینیم، ولی 2 ماه از 9 شده بود. آره مثلا شده بود چند ماه 2 خورده‌ای بود، بعد اون تایم دسامبر تا 2.9 رسید، دوباره برگشته پایین. به هر حال اون مرز 3% ما رو رد نکرده. Core inflation excluding energy، میبینید داره توضیح میده. میگه core inflation انرژی رو حذف کنی، فود رو حذف کنی، الکل رو حذف کنی، تنباکو رو حذف کنی. دیپت یعنی یه کوچولو کاهش پیدا کرد، مثل همون کوله. 2.7 from 2.9 که هم بالا خوندیم. The impact of a lower year-on-year price energy continued to moderate. خیلی مهم نیست. Price increases in services, a key watcher for the European Central Bank, cooled to 3.7% from 4. میگه حالا قیمت ها یا هزینه ها در بخش خدمات هم که یک کی واچر هست. اصطلاح جالبیه واچر. واچر یعنی چی؟
یعنی دارن روش واچ میکنن، خیلی براشون حساسیت برانگیزه، دارن بهش توجه میکنن. میگه افزایش قیمت در حوزه خدمات که کلا خیلی هم برای یوروپیان سنترال بانک و برای بانک مرکزی اتحادیه اروپا مهمه، اون هم چی شده؟ از 4 کم شده به 3.7. اینا همه نشونه‌های مثبتی هستن که نشون میدن تورم کنترل شده و الان یه مقدار بانک مرکزی دستش بازتره که همونطور که گفتم نرخ بهره رو تریم کنه. حالا پایین‌تر هم میخونیمش. Gross domestic product meanwhile rose by 0.3. Gross domestic product هم همون گروثی که بالا دیدیم دیگه، GDP، تولید ناخالص داخلی. میدونید این اصلی ترین چیزیه که شاخصی که رشد اقتصاد کشور رو نشون میده. و خب حالا حتما ویدیوهای فاندامنتال ما رو ببینید، اونجا همکارم بهتر و دقیق‌تر توضیح خواهند داد. Over the first 3 months of the year, yes. آره 0.3% افزایش پیدا کرده GDP، یک کم بهتر از consensus یعنی اتفاق نظر داشتن. economist expectations میگه یه عددی رو همه اقتصاددان‌ها اکسپکت میکردن، یعنی تعداد زیادی از اقتصاددان‌ها یه عددی رو پیش بینی میکردن، مثلا 0.2 برای رشد اقتصادی حوزه یورو در نظر میگرفتن، میگه شده 0.3، یکم بهتر از اون عدد اتفاق نظر اونهاست. GDP for the fourth quarter was of 2023 was revised from no growth to a 0.1% contraction. آره برای فصل 4 2023 هم که یعنی داره دوره قبل میگه چی شده بود، از no growth یعنی 0 رسیده بود به چند؟ افزایش پیدا کرده بود به 0.1 contraction یعنی انقباض، یعنی میگه یه ذره بالا رفته بود ولی به هر حال در حالت انقباضی بودن دیگه، در حالت ریسشن بودن، چون خیلی کمه 0.1% افزایش GDP یا رشد تولید ناخالص داخلی. Which means that the Eurozone was in technical recession. میگه در technical recession بود، همونجوری که گفتم، یعنی در رکود تکنیکال هستن. In the second half of last year. یعنی خب نشون میده که در نیمه دوم پارسال اینطور بود، اما الان میبینید شده 0.3 و یکم داره بهبود پیدا میکنه. اوکی. Market expectation is mounting یعنی داره رو هم میاد، زیاد میشه. میگه اکسپکتیشن ها، انتظارات در مارکت داره بیشتر میشه که چی؟ ECB یعنی همون بانک مرکزی اروپا، European Central Bank, to start cutting interest rates as its next monetary policy meeting on June 6. میگه 16-17 خرداد که یه میتینگ دارن اعضای ECB، بچه‌های مارکت دارن پیش بینی میکنن انتظارات خیلی داره زیاد میشه، تقریبا پیش بینی همه داره به این سمت و سو میره که ECB قراره ریت کات داشته باشه. Money market pricing currently indicates a nearly 70% probability of a June trim according to LSEG data with even higher bets on a cut in July or September. میگه نرخ‌های بازارهای پولی currently الان تو این روزا دارن نشون میدن که چی؟ 70% شانس که probability احتمال، probable یعنی محتمل، probability یعنی احتمال، 70% احتمال میدن برای یک جون تریم، یک یعنی تریم کردن، هم گفتم تریم مثلا برای مو به کار میره، تریم کنن چیو؟ الان اینترست ریت اروپا 4.5%، احتمال خیلی زیاد 70% میدن که ماه جون یعنی همون 16 خرداد یه مقدار کاهشش بدن، شاید 0.5%. According to LSEG data حالا with یعنی طبق گفته حالا دیتا های LSEG with even higher bets و حتی شانس این بیشتر هم هست که در جولای یا سپتامبر، یعنی اگرم جون نباشه مثلا با احتمال 80 یا 90% احتمال میره که بجاش دیگه در تیر ماه یا نهایتا در شهریور ماه ریت کات داشته باشه حوزه یورو. A host of voting ECB members told that they are anticipating an interest rate reduction in June. همونه something that need to prevent a slowdown. چیز خاصی نیست. فقط they also flagged risk from oil prices and آره میگه البته باید حواس احتمال این هست که
ریتو کم کنن که چی؟ جلوی اکسسیو اسلو داون رو بگیرن. اکسسیو اسلو داون یعنی اون رشدی که خب اینترست ریت یه تایم زیادی بالا بوده دیگه، رشد اقتصادی کم شده، میگه دیگه بیش از اندازه اکسسیو یعنی بیش از اندازه، بیش از حد نیاز، اسلو داون کاهش سرعت نداشته باشیم در حوزه یورو. فلگ کردن یعنی توجه جلب کردن، یعنی هایلایت کردن. میگه او همچنان خاطر نشان کرد یا هایلایت کرد چی و ریسک هایی که در حوزه اویل پرایس یعنی قیمت نفت وجود داره and volatility in the Middle East و نوساناتی که در یا اینجا والیتیلیتی رو میشه بگیم بی‌ثباتی هایی که در حوزه در میدل ایست وجود داره، در خاورمیانه. The fact that services inflation fell for the first time in 6 months serves as a more important development that increases our confidence that the ECB will lower price policy rate in June. تکراریه. However, Martinez noted that the slightly lower than expected fall in core inflation and volatility in some areas of services that had increased the inflation rates in France and Italy. میگه البته حالا درسته یه ذره کم شده اما کور اینفلیشن یه مقدار هنوز قویه و ما رو نگران داره میکنه به نوعی، مخصوصا تو کشورهای مثل فرانسه و ایتالیا. تو چه حوزه‌ای والیتیلیتی زیاده اونجا؟ تو حوزه خدمات، یعنی به خاطر اینکه هنوز در حوزه خدمات که خب جزء کور اینفلیشن هست دیگه، در ایتالیا فرانسه نرخ‌ها هنوز داره زیاد میشه، ما یه مقدار هنوز اون قدم خیالمون راحت نیست که یعنی ایشون البته مسئول بانک مرکزی نیست، یعنی میگه احتمالاً خیالشون راحت نباشه به اعضای بانک مرکزی هم که به این راحتی نرخ‌ها رو کاهش بدن. With the path from here likely to be bumpy. بامپ میشه برآمدگی، مثلا اینجا میگه کلتون ضربه بخوره باد کنه میگم بامپ یا bump into something، به چیزی ضربه زدن با قدرت. بامپ به دست انداز تو جاده هم میگن. بامپی یعنی همچنانی که میگه این پث، این راهی که بیشه روی اقتصاد اروپاست احتمال داره، لایکلیه، محتمله که چیه؟ بامپی باشه، هنوز حالا خیلی موانعی باشه. and growth data و دیتاهای راجع به رشد اقتصادی هم که نشون میدن که Eurozone economy is gathering momentum، داره gather میکنه مومنتوم، داره جمع آوری میکنه، یعنی مومنتوم داره یه ریتمی دیگه، داره یه سرعتی میگیره، یعنی ماشین دیگه شروع میکنه حرکت، دیگه شروع میکنه دیگه به سرعت گرفتن دیگه داره رو دور میفته، یه ذره سرعت میگیره رشد اقتصادی اروپا. ما فکر میکنیم که راهمون در beyond جون، بعد از جون، ورای جون remains more uncertain، هنوز چی میشه؟ uncertain'یم، یعنی خیلی مطمئن نیستیم، یعنی ما جون میدونیم یکم کم میکنن اما بعدش رو خیلی مطمئن نیستیم. and we continue to expect a gradual and cautious pace of easing from the ECB. و میگه انتظار داریم که خیلی gradual یعنی آروم آروم، gradual و cautious، خیلی کاشن دیدید این علامت تعجب میذارن، کاشن یعنی هشدار، میگه با حالت خیلی حواس جمع چیکار کنن که کوارترلی به صورت فصل به فصل pace of easing داشته باشن، یعنی سرعت ایز کردن، تسهیل مالی، منظورش اینجا اینترست ریت کات هست. میگه با این سرعت احتمالا خیلی حواس جمع و کم کمی ECB این کار رو انجام خواهد داد. Jane Foley, head of FX strategy at Rabobank, told CNBC by email. میگه این خانم جین فالی که رئیس FX استراتژی توی رانوبانک که حالا هیچی، ایمیل زده به CNBC و گفته که growth figures were encouraging. میگه اعداد رشدی که نشان دهنده رشد اقتصادی encouraging ان، دارن به ما یکم اعتماد به نفس میدن، خیالمون دارن راحت میکنن. that the firmer than expected core inflation و میگن که may suggest less urgent. میگه البته و همچنین این نشون میده که خب میدونید دیگه، ببینید وقتی اینفلیشن هست رشد اقتصادی هم هست و این برعکس ریسشنه. میگه وقتی هم رشد اقتصادی خوبه و هنوز کور اینفلیشن هم بالاه، میگه که نشون میده که
less urgent، خیلی ضروری نیست. نیاز برای چی؟ more accommodative monetary policy from the ECB. میگه خیلی نیاز نیست حالا خیلی شدید شروع کنن و ریت رو سریع کات کنن، چون مارکت آروم آروم داره رشدش رو پیدا میکنه. اگه میدیدن خیلی ریسشن شدیده، به سرعت بیشتری باید اینا اینترست ریت رو کات میکردن که اقتصاد یه ذره ایز پیدا کنه، تسهیل بشه، یکم فشار رو از روی اقتصاد بردارن که بتونه رشد کنه. ولی چون رشد خوبه زیاد ارجنسی نمیبینن در این مسئله. و while a June rate cut is considered، میگه همچنانی که ریت کات جون فکر میشه بهش و احتمالاً اتفاق میفته by many market participants. میگه با اینکه ریت کات جون به وسیله خیلی از شرکت کننده مارکت به عنوان یک دان دیل شناخته میشه، یعنی یه چیزی که شده، یعنی ما مطمئنیم بهش که میشه. there's still plenty room for debate میشه چی؟ debate میشه اون مذاکره، مثلا دو نفر میان توی یه دونه تاک شو میشینن با هم حرف میزنن، یه دیبیته. میگه هنوز ما دیبیت داریم. برای چی؟ هنوز plenty room اینجا معنی اتاق نمیده، معنی فضاه. میگه هنوز plenty یعنی خیلی زیاد، یعنی فضای خیلی زیادی برای مذاکره وجود داره هنوز. درباره چی؟ درباره سرعت ECB. یعنی ما میدونیم که اینا قراره ریت کات کنن، اما راجع به سرعت این قضیه خیلی بحث وجود داره که چجوری قراره اتفاق بیفته later in this year، در ادامه در این سال. خیلی ممنون، امیدوارم کامل ببینید، یا بهتر بگم امیدوارم تا الان دیده باشید. هر سوالی دارید برام بنویسید، در تماسیم. مرسی.